مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه تیم میگه منم داشمیر آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه و یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. ساعتی پیش خبری جنجالی در رسانه‌ها منتشر شد که گفتن که خانواده مقام‌های ایرانی با هواپیماهای دربست در حال فرار از ایران هستن و از طریق فرودگاه پیام و فرودگاه امام خمینی یه چند تا هواپیما رو چارتر کردن، طلا و ملا و پول رو برداشتن، از کشور خارج شدن. این خبر اولین بار توسط روزنامه اکسپرس منتشر شد. بعد از اون خبر گزاری ها و رسانه های عربستانی و امریکایی و لندن نشین هم اومدن، البته رسانه های فارسی زبانشون اومدن این قضیه رو وایرال کردن که آقا کف رو بزنید، مقامای جمهوری اسلامی و خانواده‌هاشون در حال فرارن. خبرم این بود که روزنامه اکسپرس با اشاره به اعتراضات در ایران نوشت خانواده مقامای جمهوری اسلامی در حال فرار از کشورن. این روزنامه به نقل از یک منبع بدون ذکر نام از اختصاص بخشی از فرودگاه بین‌المللی تهران برای این مسئله و کرایه روزانه 5 پرواز برای فرار خانواده مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد. وقتی این خبر رو آدم میخونه در ظاهر میگه بابا هممون گرم یه کاری کردیم اینا در رفتن از کشور. اما امروز میخوام پشت پرده انتشار این سبک اخبار رو به شما بگم و یه چند روزی هم هستش ما یه تئوری رو مطرح کردیم که آقا امریکا و اروپا و اسرائیل به دنبال انقلاب کردن تو ایران نیست. دلخوش اینا نباشید. حالا فکتمون چیه؟ دلیلمون چیه؟ بهتون میگم تو طول این ویدیو. اول راجع به این خبر صحبت بکنم. هیچ جای جهان برای خانواده این مسئولان جمهوری اسلامی امن‌تر و باحال‌تر و خفن‌تر برای تفریح و چپاول و دل و دزدی نیست. کارتون راحت بکن. و نکته دوم، خانواده این افراد سالیان سال دو پاسپورتن و اقامت کشورهای مختلف رو دارن و اصلا همش اون ورن، اصلا این ور نمیان، تو ایران نمیان که. و اینکه اومده گفته که به نقل از یک منبع بدون ذکر نام. منبع کیه؟ کلا این سبک اخبار برای این هستش که اصلا به مردم بگن که ببینید ما چقدر فعالیتامون خوب بوده که این مقام‌های جمهوری اسلامی از کشور فرار کردن. اما ویدیو رو با این تصویر شروع میکنم. من این استوری هم چند ساعت پیش گذاشتم و یه سری توضیحات دادم. به این تصویر با دقت نگاه کنید. به کشورهای اطراف ایران، پاکستان، افغانستان، عراق، امارات، از این طرف عربستان، از این طرف ترکیه کار داریم با این کشورهایی که اطراف ایرانن و میخوام به شما بگم که همین کشورهای اطراف ایران، هم اسرائیل، هم امریکا اصلا دوست ندارن که داخل ایران انقلاب صورت بگیره و اصطلاحاً اون کشور آزاد بشه و اتفاقات خوب درونش رخ بده. چرا؟ جوابش حالا بهتون میدم. اول به صحبت رابرت مالی، این چهره که ایشون یکی از نماینده‌های ویژه دولت کنونی امریکا در امور ایرانه. خیلی شیک و مجلسی گفته که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آیه رابرت مالی گفت. یه از این فکر نمی‌کنم که فکت قوی‌تر داشته باشیم که ایشون اومده مصاحبه کرده و گفته که ما داریم مذاکره میکنیم با مقام‌های ایران و به دنبال تغییر رژیم و انقلاب در ایران نیستیم. چرا؟ جلوتر بهتون میگم. اینم یکی دیگه از خبرهای رابرت مالی گفته که حکومت ایران کشتار مردم خود و فروش پهپاد برای کشتن اوکراینی‌ها را پایان دهد. یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی دست به سینه منتظر بودن که آقا بیاد بگه که نکشید، نبرید، نفروشید. جمهوری اسلامی میگه چشم، برو چشم، اصلا تو گفتی من همین الان انجام میدم. من نمیدونم اینا با خودشون چی فکر میکنن که این سبک صحبت‌ها رو میکنن. بعد از اون طرف مثلا گفتن که ما گشت ارشاد رو تحریم کردیم. انگار مثلا گشت ارشاد مثل مکدونالد شعبه داره که مثلا اومدن تو اروپا و امریکا تحریمش کردن. انگار مثلا گشت ارشاد میخواد بیاد مثلا کف آلمان یا کف لندن یا کف امریکا مردم رو ارشاد بکنه به سمت بهشت. بعد با افتخار هم میگم بعد یه دم کف میزنن براشون و اون اپوزیسیون اشکول هم میان این
موضوع رو طراحی میکنن و تحلیل میکنن. حالا چرا میگن اپوزیسیون اوشکول و اسکول؟ به اونا هم جلوتر میرسیم. برگردیم به این نقشه که من یه ذره این نقشه رو زوم کنم، کار داریم باش. اول از ترکیه شروع میکنم که چرا ترکیه دوست نداره که در ایران انقلاب صورت بگیره. کشورهای دور ایران رو شروع میکنیم، بعد میرسیم به اسرائیل و امریکا و کشورهای مختلف. ترکیه که میگن حیات خلوت ایرانه و کلا با حمایت‌های ایران، حتی اون بحث کودتا هم که شد، ایران حمایت کرد که کودتای ترکیه جمع شد. پس یه دونه اصطلاحاً بحث مرام معرفتی هم هست این وسط که داداش دیگه، حالا معرفتی هم حالا اینجا نشستیم تو انقلاب نکن، بحث اون که بزنیم کنم. میرسیم به بحث اقتصادیش. اگر در ایران انقلاب بشه و آزادی باشه و اتفاقات مثبت بیفته، اولا توریستا دیگه به جای اینکه برن ترکیه میان ایران، پس اقتصاد توریستی ترکیه فلج میشه. این موضوع اول. یعنی بیشتر کسایی که میخوان برن برای عشق و حال و نمیدونم لذت بردن از آب و هوا و موضوعات مختلف، به جای اینکه برن ترکیه میان تو ایران که با گونه‌های مختلف آب و هوایی مواجه هستش. اگر این سیستم انقلاب بشه و آدمای مثلا متفکرتری بیان سر کار. موضوع دوم، ایران با توجه به موقعیت جغرافیاییش هاب منطقه است. یعنی تمام پروازها به جای اینکه بیاد بره بشینه تو فرودگاه امارات، بیاد بره بشینه تو فرودگاه مثلا کشورهای حاشیه همیشه خلیج فارس، میاد میره بشینه تو ایران. به جای اینکه بره بشینه تو فرودگاه ترکیه، میاد میره بشینه تو فرودگاه ایران. سوخت کمتری هم مصرف میکنه، نمیدونم چیزای مختلف. سوخت کمتری که مصرف نمیکنه، منظورم این هستش که برای تقسیم کردن پروازش. از اون طرف بحث توریست که شد، این کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دیگه باید بذارن سر کوزه آبشو بخورن. یعنی ایران تو همون جنوب خلیج فارسش میتونه 200 تا دبی داشته باشه. پس بحث توریستی باعث میشه که کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه نخوان که در ایران انقلاب صورت بگیره. این بحث توریستیشه. تو بحث هوایی هم همینطور. ببینید این آمار درآمدی فرودگاه ترکیه و ایران تو سال 1397، گردش مالی صنعت هوایی ترکیه نشون میده که 24 میلیارد دلار فقط از فرودگاهاش و نشستن و بلند شدن و عوارضهاش اومده درآمد کسب کرده. ایران هم که نامشخصه، چون طبیعتاً درآمد آنچنانی نداره که بخواد اصطلاحاً از بحث فرودگاهی بخواد درآمد داشته باشه. با توجه به زدن هواپیمای اوکراینی و چیزهای مختلف که اصلا خیلی از کشورها ایران رو دور میزنن، حتی از حریم هوایی ایران هم رد نمیشن، چون بعد عوارض هوایی بدن به ایران. اصلا دور میزنن میگن آقا ما حاضریم بیشتر بریم نزننمون با موشک و چیزهای مختلف. پس درآمدهای فرودگاهی هم یکی از علتایی هستش که اگر انقلاب بشه دیگه اون درآمدها هم ندارن. پس طبیعتاً ترکیه هیچ وقت دوست نداره که این اتفاق بیفته. میرسیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، میدانهای نفتی مشترکی که بین ایران و قطر و جای مختلف وجود داره، امارات و جای مختلف. خب طبیعتاً اگر آدم‌های بیان که نخوان باج بدن، ببینید ما الان با توجه به تحریم‌ها امارات و کشورهای مختلف میان نفت و بنزین ما رو به صورت دور زدن تحریم‌ها میخرن، با عوض کردن لایسنس خود نفت اونو به اسم کشور خودشون به کشورهای مختلف میفروشن و ایران هم به خیال خودش مثلا داره تحریم‌ها رو دور میزنه. اگر ایران درونش انقلاب بشه و اون سیستم بره، دیگه عملا به دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به اینا نیست که. میرسیم به عربستان. عربستان هم همینطوریه دیگه. نمیتونه بیاد بگه که من نمیدونم قدرت اول منطقه تو بحث نفتم، دیگه جرئت نمیکنه قیمت نفت رو بالا و پایین بکنه، چون رقیب سرسختی مثل ایران داره. پس تمام منافع مشترک این کشورهای اطراف که به افغانستان و پاکستان هم میرسیم در اینه که این آخوندها بمونن، چون میگه اگه هر آدم دیگه‌ای
هر آدم خردمندی، هر آدم باهوشی، هر آدم اقتصاددانی بلند شه بیاد تو اون کشور، دیگه ما نمیتونیم این حرکت ها رو بزنیم که. بعد توجه کردید 40 روز اسرائیلی که دشمن ما میدونه، ایران میدونست و میگفت ایران دشمن ماست و به اون بهانه رفت لبنان و سوریه و عراق و نمیدونم فلسطین و جای مختلف و بهشون حمله کرد، چپاول کرد، نفتشون رو کشید بالا، ساکت شده و راجع به ایران صحبت نمیکنه. به خاطر اینکه اگه انقلاب بشه ایران بره، دیگه به چه بهانه‌ای بره این کشورها رو چپاول بکنه، نفت و گاز و چیزهای مختلفشون رو. پس میگه اون آخونده اگر باشه، من توجیه دارم که برم تو سازمان ملل میگم آقا من کشور رو زدم به خاطر اینکه ایران حمایتشون میکرده. میرسیم به امریکا. امریکا در بحث حمله به دانشگاه شریف خیلی خوشحال بود که این اتفاق میفته. و البته کشورهای اروپای بقیه کشورها، به خاطر اینکه میگن وقتی این حمله و این سرکوب انجام میشه چه اتفاقی صورت میگیره؟ خیلی از این نخبه ها دیگه عملا دیگه نمیخوان تو اون کشور بمونن و تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن به کشورهای اروپایی، امریکایی و کانادایی. ما هم با 1000 منت بهشون پذیرش میدیم، میاریمشون تو کشورمون، از علمشون استفاده میکنیم، مفت علمشون رو میبریم و عملا تمام نخبه‌های اون کشور رو میاریم سمت خودمون. پس کشورهایی که از حمله به دانشگاه شریف و سرکوب کردن نخبه‌ها خوشحال میشه، کشورهای اروپایی و کانادایی و امریکایی هستند. فکر نکنید اونا ناراحت میشن، نه، میگن که نخبه‌هاشون میاد. میتونیم این ویدیو رو هم ببینیم که یه تیکه کوچیک از مستند میراث آلبرتاست. تو همین یوتیوب میتونید مستند میراث آلبرتا رو سرچ بکنید و مصاحبه کرده با نخبه‌های دانشگاه شریف که از کشور مهاجرت کردن و یا نیت کردن از کشور مهاجرت بکنن. حتما ببینیدش، میراث بچه ما که میخوام بریم این صحبت‌های رئیس سابق دانشگاه شریف هلوهوش 11 سال پیشه. اونجا در واقع اپلای بگیرن برای ادامه تحصیل، همین که میبینن که دانشجو شریفه، خود به خود یه روی خیلی خوبی دارن نسبت به دانشجو میشناسن. ببینید دانشگاه شریف از کجا میشناسن؟ بله، رئیس دانشگاه شریف میگه که میشناسن ما رو. خب طبیعتا دانشگاه شریف یکی از بهترین دانشگاه دنیاست، هیچ کسی هم پوشیده نیست که ایرانی ها نخبه‌اند. یعنی جالب بدونید که هلوهوش سال 2013 یه دونه المپیاد ریاضی برگزار شده توی روسیه، 2013 یا 2012 اگه اشتباه نکنم. پاول دوروفی که الان رئیس تلگرام هستش و همه کار تلگرام هستش، توی این المپیاد خودش و هم تیمی‌هاش دوم شدن و تیم ایران اول شد. نتیجه چی شد؟ که پاول دوروف اومد و تلگرام رو ساخت. ولی دانشجوهای نخبه ایران الان معلوم نیست کدوم کشورها با هزار بدبختی تونستن اکسپت بگیرن، تا اگر میتونستن یه پولی جمع بکنن که به عنوان شهریه بردارن ببرن تو کشورهای مختلف، یا بتونن حالا یه ویزای بگیرن یا بتونن یه پولی به بلیط هواپیمایی بگیرن که از ایران برن. ببینید چی میگه آقاش. چرا دانشگاه شریف اینقدر خوب میشناسن؟ یک، فارغ التحصیلای قبلی ما رفتن اونجا درخشیدن، دیدن خیلی قویان. استادای ما رفتن فرصت مطالعه توی اونجا درخشیدن. خب بله دیگه، وقتی اینا رو بدونن خب طبیعیه که از خداشونه که حمله بشه به دانشگاه شریف و سرکوب بکنن دانشجوها رو و خبراشو مدام وایرال بکنن که بتونن اینا رو بیارن تو کشورهای خودشون. دیدن این استاد از فلان جا اومده، خیلی سطحش بالا. Do you know that at Stanford University, the electrical engineering میزگرد بررسی تاثیر ایران بر سیاست امریکا. ببینیم چی میگه. department alone, the chairman of that department has said that without a doubt, the finest university بهترین دانشگاه در جهان، تو در جهان نوشته البته، مهندسین in برقشون the world preparing electrical engineers در مقطع لیسانس پرورش میدن دانشگاه صنعتی شریف. یعنی بهترین دانشجوی برق ما تو دانشگاه شریف در جهان. این ادعای خود امریکایی هاستا، جای دیگه این آخوندا نمیگن، امریکایی ها دارن میگن. undergraduate is Sharif University in Tehran. 15 were accepted into the graduate program last year, given straight green cards brought into the country. بچه ما که میخوان آخرش میاد از اولش. توجه کردید میگه به طور مستقیم 15 تا دانشجو گرین کارت امریکا رو گرفتن. با افتخارم
میرن، یعنی میگن ما میریم برای اون کشور کار میکنیم. وقتی تو کشور خودمون سرکوب میشیم و بهشون هم اقامت میدن که بیان تو اون کشور کار بکنن. تو امریکا و کاناداش هم همینه. پس میگن سرکوب کنید دانشجوها رو و بزنید و بندازید زندان و دهنشون رو سرویس بکنید که بلندشن مهاجرت کنن و ما خدمت بکنن. این میتونه دلیل بعدی باشه در این خصوص. بریم موضوع بعدی که امریکایی‌ها دوست ندارن در ایران انقلاب صورت بگیره. خودشون هم گفت که رابرت مالی گفت بحث اموال بلوکه شده ایرانه. ببین تو ویکی‌پدیا هم تو بزن، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین 100 میلیارد و 120 میلیارد دلار پیش بینی شده. تقریباً 1 میلیارد و 973 میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده. طبیعتاً اگر در ایران انقلاب بشه و این سیستم بره مجبورن که این پول رو برگردونن. اموال بلوکه شده. تازه خیلی از پولایی که توی حسابای دیگه بحث مثلا خونه و این چیزا هم هست دیگه به عنوان اموال گرفتن و بلوکه کردن. و جالب بدونید که 7 میلیارد دلار تو کره است، 6 میلیارد تو عراق، 20 میلیارد تو چین، 1.5 میلیارد تو ژاپن، 1.5 میلیارد توی لوکزامبورگ که همه اینا دارایی‌های ناشی از فروش نفت بوده و آمریکا بلوکه کرده. پس طبیعتاً اگر تو ایران انقلاب بشه و این آخوندا برن، کی باید بیشتر هزینه بکنه؟ آمریکا باید پول بده. از نتیجه میگیریم که میگه آقا باشه که من ندم، هزینه نکنم. از اون طرف ما چندین هزار تا ایرانی میلیاردر در دنیا داریم. ما تو همین اروپا، در همین آلمانش هم هزاران هزار ایرانی داریم که ثروتشون بالای میلیون یوروه و میترسن بیان توی این ایران با شرایط فعلی سرمایه گذاری بکنن و از اون مهمتر آزادی هایی که اینجا وجود داره اونجا ندارن. اما اگر در ایران انقلاب صورت بگیره، همین چندین هزار نفر از خداشونه پولشون رو وردارن از تو بانک‌های اروپایی و امریکایی و کانادایی وردارن بیارن تو ایران سرمایه گذاری بکنن. چرا از خودشونه؟ البته اگر مطمئن باشن به سیستم سرمایه گذاری داخل ایران ها. به چند دلیل. دلیل اولش این هستش که مالیات کمتری میدن. دلیل دوم که تو کشور خودشون میان و با به همزبونهای خودشون خدمت میکنن و دلیل سوم هستش که درآمد بیشتری میتونن کسب بکنن. وقتی شما مالیات کمتری هم بدی طبیعتاً پول بیشتری هم تو کاسه برات میمونه. و از اون مهمتر این هستش که وقتی این چندین هزار نفر هر کدوم هم 1 میلیون دلار یا 1 میلیون یورو 1 میلیون یورو از توی حسابهای خودشون بیارن بیرون، فروپاشی اقتصادی در اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و جای دیگه اتفاق میفته. این حجم پول از کشور خارج بشه، اصلا کلا بانک‌ها ورشکسته میشن. میدونید که بانک‌ها اکثرنشون زیر نظر چند تا از آدما هستن، چون اکثر این بانک‌ها خصوصی هستن و زیر نظر چند نفر آدمن. و اگر این ایرانی‌ها پولشون رو وردارن چه اتفاقی میفته؟ عملا فروپاشی اقتصادی صورت میگیره، بانک‌ها ورشکسته میشن. پس قدرت‌های اول ثروت جهان هم دوست ندارن که در ایران انقلاب بشه. خب حالا این دوست نداشتنه و این انقلاب نکردنه چند تا اهرم میخواد دیگه که بتونه مردم رو کنترل بکنه و زهر مردم رو بکشه. میان چیکار میکنن؟ میان یه سری بودجه رو به حال این همه پول رو از چپاول و غارت و بلوکه کردن و چیزهای مختلف به دست آوردن دیگه، بعد یه جایی هم خرج بکنن برای اینکه بتونن اون رو حفظ بکنن دیگه. میان تلویزیون های ماهواره‌ای و رسانه های فارسی زبان تأسیس میکنن و میان یه سری پول میدن به این اپوزیسیون های اوشکول. گفتم اول ویدیوم، چون میدونن که اینا اسکولن، اینا تو خرج شبشون موندن. اینا اگه میخواستن انقلاب بکنن تا الان 4 سال انقلاب کرده بودن، پس اینا ازشون هیچ بخاری بلند نمیشه. اپوزیسیونن اینا قمپوزیسیونن نه اپوزیسیون. میان چیکار میکنن؟ میان و یه بودجه‌ای رو در اختیار اینها میذارن و میگن که آقا شما به ظاهر بیایید مثلا مبارزه بکنید با اون سیستم آخوندی.
تهش چه اتفاقی میفته؟ تهش میشه که میاد یه سری از رسانه‌های فارسی زبان تولید میشه و یه سری آدمی که براشون منافع ملی و منطقه‌ای مهم نیست و براشون پول مهمه و از خبرنگارهای رسانه‌ها کاسب میسازن، از اپوزیسیون‌ها با پول کاسب میسازن. پس از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ وقتی از اون خبرنگار کاسب میسازه و میشه رئیس اون خبرنگاره و خودش اون خبرنگاره رو گنده میکنه و معروف میکنه، خبرنگار معروفیتش و هویتش و همه چیشو در گروه بودن اون تلویزیون و اون شخص میدونه. پس برای اینکه اون شخص این پوله و محبوبیت رو برای اون خبرنگار نگه داره، برای اون رسانه نگه داره، برای حفظ بقا و حفظ سیاست‌های اون آدمی که این تلویزیون رو تأسیس کرده هر کاری میکنه. اون آدم سیاستش چیه؟ در ایران انقلاب نشه، در ایران رژیم عوض نشه. یه وایس به شما نشون میدم. فرداد فرحزاد، مجری و تهیه کننده تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید چی میگه. اتفاقا برخلاف خیلی از دوستان دیگه من دنبال منافع ملی ایران، عربستان، آمریکا جای دیگه نیستم. من کارم خبررسانی، اصلا منافع ملی هیچ کشوری برای من اهمیت نداره. اگر خبری که میدم به ضرر منافع ملیشون باشه مشکل خود اون کشور، اگر به نفعش باشه مشکل خود اون کشور. اصلا کار من دیپلمات که نیستم که در فکر منافع ملی جایی باشم. خبرنگار اونی در واقع خبرنگار سوگیریش و بنگاه خبریش تعیین میکنه، کما که فرقی نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا بی بی سی. این که از کجا پول میگیرید معلوم میشه که بالاخره چی مینویسید. شما اگه الان شما میگید من منافع ملی هیچ جایی برام مهم نیست، فقط کارمو میخوام بکنم، خیلی خب فردا تشریف ببرید کیهان کارتون رو بکنید. وقتی که هیچ اگر اجازه بده میکنم، اگر پول خوب بده اجازه بده حتما میکنم. پول خوبم ممکنه باش، منم همین رو میخوام از شما بشنوم. بله بهتون گفتم دیگه. عربستان میاد چیکار میکنه؟ عربستان میاد از این خبرنگارها و از این افراد کاسب میسازه. آمریکا میاد از این اپوزیسیون ها کاسب میسازه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه یه مسیح علی نژادی که میگه بیا برو این تصاویر رو بگیر. بابا مگه اینا خود رابرت مالی اینه مگه نمیاد بگه ما نمیخوام تو ایران رژیم عوض بشه؟ بعد این مسیح علی نژاد اون وسط چی میخواد؟ میگه آره میخوام انقلاب بکنیم. بابا خودتون دارید میگید که میخوام تو اون سیستم چیزی عوض نشه. بریم وایس مسیح علی نژاد رو بشنویم، وایس سالومه رو بشنویم. خب در خصوص مسیح علی نژاد که عملا نشون میده که مسیح علی نژاد هم کاسبه و نون تو خونه مردم میزنه. ببینید نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بهت گفتم یادته؟ گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما 1 ساعت خورده ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن. کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد. خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10,000 پوند به من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد. ببینید میان و از خبرنگارها کاسب میسازن. بعد یه عده میان میگن که چرا این تحلیلی‌ها رو تحلیلگرا و سیاسیون نمیان بگن این چیزایی که تو داری میای میگی، چرا اونا نمیان بگن؟ ببینید تحلیلگرا دو دستن. ما یا اصطلاحاً سیاستمدارها یا افرادی که تو این دسته هستن میتونیم اینجوری صداشون بکنیم. حالا ما میگیم تحلیلگرا. تحلیلگرا دو دستن. یا تحلیلگرایی داریم که معروفن و مشهورن یا گمنامن. اونایی که معروف و مشهورن، کیا معروف و مشهورشون کردن؟ همون تلویزیون های عربستانی و امریکایی و لندن نشین، همون هایی که وجود اون سیستم و آخوندها در منفعت داره براشون. چون اگه اون آخونده بره، جمهوری اسلامی بره، اینا هم دیگه کلا تمومه دیگه. ایران میشه قدرت اول منطقه، ایران میشه قدرت اول جهان با این همه ثروت و پتانسیل و چیزهای مختلفی که داره. خلیج فارس رو داره، نمیدونم زعفرون داره، نفت داره، گاز داره، یعنی هر چیزی که تو 10 تا کشور هست یه جا تو ایران هست. بهترین سیستم آب و هوایی رو داره.
کاویار، هر چیزی تو هر کشوری به عنوان اولین منبع درآمد حساب میشه تو ایران هست. ما هم کارخونه خودروسازی داریم ولی ما آشغال پراید تولید میکنیم، اونا بنز و بی ام دبلیو، چون ما نمیخوایم تولید بکنیم. مگه میشه تو اون کشوری که حرفه‌ای ترین پهپادا ساخته میشه از قول خودشون پهپاد ساخته بشه ماشین درست نشه؟ نه از اونا میخوان همین آشغالا، همین چیزایی که هست رو بدن به مردم رو به کم راضی نگه دارن. خب برسیم به بحث قبلی خودمون. تحلیلگرا چجوری معروف میشن؟ توسط همون رسانه هایی که با بودجه عربستان، اسرائیل، امریکا و لندن جای مختلف تأسیس شدن، میان توی همون رسانه ها و تحلیل میگن. اما این تحلیل رو به مردم نمیدن که تحلیلایی که اونا دوست دارن و تحلیلایی که اونا میخوان رو میان میدن. یه جوری هم تحلیل میکنن که آره کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل دوست دارن شما انقلاب بکنید، یعنی خوشگل میکنن بستره، ولی مهم اون عمل است دیگه. اون تا صبح بیا بگو میلیون میلیارد بیلیون، اگه میاد تو جیبت؟ نمیاد که. پس اون حرف است، میگن آقا تو این حرفه رو بزن. تحلیلگره تو اون تلویزیون معروف میشه دیگه، میشه بوت، هم میگن هر چی بگه درست. اون تحلیلگری که میخواد بیاد واقعیت رو بگه و اصطلاحاً میخواد بگه آقا اصل قضیه یه چیز دیگه است، شروع میکنن تخریب کردنش، بهش میگن مزدور، معاند، فلان، بیشان، بهمان، 4 تا فوش بهش میدن و اصطلاحاً تحلیلگره رو سرکوب میکنن، بهش آنتن نمیدن که کسی نشناستش و گمنام میمونه. و شروع میکنن اون آدمی که داره دست اینا رو میکنه و سیاست درست رو به مردم نشون میده و راه درست رو به مردم نشون میده رو بهش حمله میکنن. چرا؟ چون اون سیاستی که اونا میخوان رو نمیگه دیگه. پس طبیعتاً کشورهای آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و اروپایی اسکلن بیان تلویزیون بزنن به زبان فارسی واسه مردم، یه دقیقه هم توش تبلیغات پخش نکنن، به خاطر اینکه میخوان اون سیاستی که مد نظرشونه باشه. وگرنه این سیستم بره اونا باید کلی پول دارن یه چیز از جیب بذارن بدن به ملت ایران بابت اموال بلوکه شده‌ای که هست. حساب 2 تا 4 تاست دیگه. خیلی فکر نمی کنم چیز پیچیده‌ای باشه و بخواد آدم راجبش خیلی مباحث پیچیده سیاسی. بعد سیاستمدار رو دارم میاد جلوی دوربین آنچنان قلمبه سلمبه صحبت میکنه، لذا برجام فلان است و بیسان است و بابا. این چیز سادهش همینه، با یه نقشه ساده میشه در آورد براتون با یه 2 تا 4 تا که این کشور اطراف ایران، همه این کشورها به نوعی زیر دست امریکان دیگه. افغانستان هست، پاکستان هست، حاجی خلیج فارس هست، عراق هست، نمیدونم از اون طرف به نوعی میشه گفت حالا ترکیه هم هست، همه اینا زیر نظر آمریکان. چرا هیچ کاری نمیخوام بکنم؟ دیگه اون باشه، اون سیستم ما هم هست. بعد برسیم به اپوزیسیونای اوشگول. گفتم دیگه اپوزیسیونه رو میارن بهش پولی میدن 43 سال. اون اگر میخواست انقلاب بکنه کرده بود، قبلا گفتم تو همین ویدیو. میگم بیا 4 تا اراجیف هم بگو و از اون طرف اون اپوزیسیونه پول تو جیبی ماهیانش و بودجه سالیانش در گروه بودن اون جمهوری اسلامیه. چون اگه اونا بره به آمریکا، عربستان، جای دیگه که داداش پولی ببوزه کف دست من، داداش بیلاخ میدن، میگن داداش اون که رفت دیگه، الان میخواد برای چی مبارزه بکنی؟ پس طبیعتاً اون اپوزیسیونم پولش از بقای جمهوری اسلامی در میاره، اون تلویزیون هم پولش از بقای جمهوری اسلامی در میاره. چرا که به حال اگه فردروز تو ایران انقلاب بشه، تلویزیون های آزاد میاد توی ایران، شبکه های اجتماعی آزاد میاد توی ایران، دسترسی مردم به منابع آزاد بیشتر میشه دیگه. کسی این آتاشقالا رو نگاه نمیکنه که. بارها هم گفتم اگه میخواید یه خبرنگار آزاد باشید، برید واسه خودتون کانال یوتیوبی بزنید و اونجا، نه الان که دیگه خیلی هاشون معروفیتشون از این تلویزیون‌ها به دست آوردن دیگه. شما یه خبرنگار خارج از کشور پیدا بکنید معروف باشه، یه خبرنگار خارج از کشور پیدا کنید که معروف باشه، بالای 2 میلیون فالوور هم که نه، 1 میلیون فالوور داشته باشه و توی یکی از این شبکه‌ها نبوده باشه. از طریق این شبکه‌ها معروف شدن، از طریق این شبکه‌ها به این جایگاه رسیدن و ناخودآگاه مثل اون بسیجی که اون سیاست از بچگی تو مغزش بوده تا الان بزرگ شده و داره اونو دنبال میکنه، اون خبرنگار جیره بگیر، حقوق بگیر هم
وقتی حقوقشون از اونها گرفته طبیعتا تو مسیر همونها هم شنا میکنه. پس نتیجه میگیریم آقا نه گول این رسانه ها رو بخونید، نه گول این پیام های نمیدونم امریکا و جاهای مختلف. اگر میخواید واقعا هر کاری انجام بدید خودتون انجام بدید. دل به صحبت ها اینا نبندید. دل به صحبت های این افرادی که خودشون نمیدونم لیدر اپوزیسیون میدن، اینا همشون کاسبن. در صورت دوست دارم که شما هم نظرتون رو نسبت به این موضوعات بگید و برای ما کامنت بذارید و ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید.